اون دنیا سوال اصلی و کلیدی اینه در امام زمان چیکار کرد؟ آقا نماز خون چه شد گل دندت نه بیا نماز نخون. آقا جهاد کرد به سرزمین اسلامی حمله شده واسه بشین جلو پنکه و باید میرفتی میجنگیدی وظیفت بوده. با خمس هم دادم. یعنی اینه که مثلا انتظار داشته باشی پلیس مثلا وایساده سر چهارراه چه برگ جریمه دست چک دستشه دونه دونه نگه داره 50 تومن به 100,000 تومن چک بکشه بده چیه کمربند بسته بودی بیا نه داداش نبندی جریمه چه شد کو دندت نرم برای خودته. در اون زمان چیکار کردی؟ خیلی توهم دارن الان مثلا اونجا 14 معصوم منتظر منن من وارد شم اونجا یکی میگه نه این بیاد پیش من یکی میگه نه بیاد پیش من همچین با لغت پرتش میکنن یه گوشه‌ای که برو پرونده‌تو بردار بیا ببینیم چی داره. نه خب نماز خونده فلان برو اصل ماجرا چی؟ بنی الاسلام علی خمس اسلام بر 5 چیز استوار شد